روزی که باز می رسد وقت زوال من، یاد کنید از من و نقص و کمال من. نوشید می به خاطر جامی شکسته ام، خانه شعری حافظ و صائب مثال من. سلام و درودی پر از مهر و محبت ما را بپذیرید بینندگان عزیز و گرامی قدر برنامه آفتاب باران. با اخلاص و مهر و محبت به اندازه برنامه نوبتی خویش را حسن آغاز می بخشیم. مهمان امروزه برنامه ما نامزد علم‌های فیلولوژی آموزگاری مکتب آکسفورد شهر خوجند معلم اسلام کریم هستند. خوش آمدید میگویم به شرکت تلویزیون و رادیوی سیمای مستقل یکم. میخواستیم در برنامه امروزه یکی از دردانه‌های استاد لایق را شرح و تفسیر بفرمایید تا بینندگان گرامی ما از معناهای دامنه‌داری آن غزل واقف گردند. غزلی که انتخاب کردیم این غزل خودافروزی است. میخواستیم اگر پروانه دور چراغ خیره‌سوز نه، میخواستیم درباره این غزل فکر و اندیشه های شما را امروز دانسته باشیم. استاد لایق در این غزل بیشتر چی را ترنم کردند؟ تشکر زیاد. پیش از همه درود به تماشابینان ارجمند. خیلی شادم که از این بحر خیلی پرجوش و خروش و پرمعنای استاد لایق بهره ها خواهیم برداشت. پیش از آن که درباره این غزل شرح معنی کرده باشیم، میخواستم همین غزل را برای تماشابین عزیز قرائت نموده باشم. اگر پروانه دور چراغ خیره‌سوز نه، به دور آفتاب عالم آرا سوز قربان شب. اگر تو قطره جای نشست خویش را دریاب، بر روی سنگ نه در بیخ گل ریز و گلستان شب. اگر آبی مباش آرام در یک جا چو آبی کل، کشا مجرای خود را قابل طوفان و طغیان شب. اگر پا زهر باشی بعد مرگ دوست بی قدری، و سر وقت دواجویان بیا بر درد درمان شب. تو نخل سبز هم باشی ضرورت گر بفرماید، سری سبزت بسوزان گرمی آور شعله افشان شب. میان نیک و بد تحقیر و عزت پاک و آلوده، گه تابوت کش باشو گه گهواره جنبان شب. خروشت کو تلاشت کو چرای خود اسیر خود، برون آمیست شیر از دل زبانی بی زبانان شب. بیا و در تهیگاه حیات از خیش عالم ساز، برای خیشتن میرو برای دیگران جان شب. بینید چقدر غزل زیبا گفتن استاد لایق. این مخصوص به همین غزل خودفروزی نام گذاشتند، چون که مقصدی بودن خودفروزی است. رسالت زیست اصالت بودن را همه خوب میدانند که باید خودفروزی کرد. ما مانند همان شمعی که همیشه چراغان است، مانند همان هستیم و از زندگی ما باید همیشه شعله افشانی باشد. اگر پروانه دور چراغ خیره‌سوز نه، به دور آفتاب عالم آرا سوز قربان شب. بدانید اصلا قصه پروانه و چراغ خیره‌سوز هنوز از قدیم از دوره ادبیات کلاسیکی به ما معمول است. قصه کهن است و این شعرها اساساً تمثال زندگی ما مردم است که ما باید خودافروزی کنیم، ما باید شمع باشیم. اما گپ درباره اون پروانه می رود که باید در دل یک عشق و محبت بی اندازه دارد و چنان در همان روشنی چراغ در زده آخر به فنا می رود، به فنا به نابودی می رود. برای هم میگن که استاد لایق گفتن میخوان که اگر تو همون یک پروانه یک باشی، هم اگر اقدام میکرده باشی، تو چنان یک اقدام در کاری پیشبرد و سازنده نماکی و بزرگانه باشد. یعنی تو عملی کن که بزرگانه باشد، نه کوچک. بگذار خودت کوچک باشد، لیکن کاری کن در حیات خویش که چنان بزرگ باشد، محتشم باشد که برای دیگران و روشنی بخش باشد. اگر تو قطره جای نشست خویش را دریاب، بر روی سنگ در بیخ گل ریز و گلستان شد. بدانید
در بیخ گل ریز و گلستان شو، یعنی تو ذره کمترین باشی هم، هنوز خود را نیافته باشی هم در جمعیت، اما کاری کن که برای آبادی باشد، کاری کن که از آن فقط منفعت ها برداشته شوند. اگر آبی مباش آرام در یک جا چو آبی کن، کشا مجرای خود را قابل طوفان و طغیان شو. مسئله 4 عنصر، آب و آتش و خاک و باد، این چیزها در ادبیات کلاسیکی هم بود، لیکن این حال چی گفتن میخواد استاد؟ مانندی علامه محمد اقبال انقلابچی، مانندی دیگر نفرهایی که پیوسته میخواهند تبدلات باطنی داشته باشند پیش از که آن تبدلات رو در جمعیت راه اندازی کنند. مانند این میگن که اگر تو آبی پیشتر قطره گفتن، یعنی تو هنوز خود را در نیافته بودی، چون خود را دریافتی آبی، آرام منشین، تو به جمعیت تبدلات آور، تبدلات ذهنی پیش از همه. بله. تبدلات باشد که به منفعت سازندگی و آبادکاری و به منفعت پیشبرد جمعیت باشد. انا این خیلی تو در جوش خروش باش. اگر پازهر باشی بعد مرگ دوست به قدری و سر وقت دواجویان بیا بر درمان شد. تو دارو هم باشی و درمان بخشیده نتوانسته باشی، دوستت وفات کرده باشد، میگوید صدایق تو اونهایی که امید بر مراد زیستن دارند، مراد به زیستن دارند و میخواهند باشند، و آنها عقلا رو. و دارو بودن چی است؟ دارو بودن یعنی ما سینه صاف باید باشیم، دلها ما لبریز مهر و محبت به هم دیگر باشد، ما در هر یک نگاه رفتار به هم دیگر با چشم مهر و محبت و دوست دارندگی نظر کنیم. این از دارو. اینجا فقط معنی یک دارو خورده تباه نه، همون در صحبت مصاحبی هم آدم میتواند تبابت یابد از یک دیگر. تو نخل سبز هم باشی، ضرورت گرمی فرماید، سری سبزت بیسوزان، گرمی آور شو افشان شد. ببینید اینجا با یک نقطه کلمیناسیونی آمده است. استاد لایق میگه که تو جوان باشی هم، جوانش سر سبز باشی هم، ضرورت گرمی فرماید، از بحر جوانیت گذر. تو کار پیرانه کن، کاری که باید در حقیقت برای روشنی آینده مردم میشن، برای دیگرها روشنی میبخشد. یعنی اگر ضرورت باشد تو کاری کن که وابسته به جوانیت باشد، تو کاری کن که پیرانه هم باشد، کاری باشد که بگذار تو در این بحر غوطه‌ور شدی، تو نابود شدی، لیکن تو به خاطر بنیاد دیگرها، آبادی دیگرها نابود شدی که تو در زبانها میمانی، در یادها میمانی. اینجا میان نیک و بد، تحقیر و عزت، پاک و آلاده، گهی تابوت کش باش و گهی گهواره جنبان شد. اصلا همین تضادی نیک و بد چنانه در اندرزنامه خود لف نیکولایویچ تالستوی دانشمند بزرگ روس نویسنده گفته بودن، اون کس نیست از تعلیمات کنفوسی خیلی بهره‌مند بودن، گفتن که همین نیک و بد اصلا در انسانیت وجود نداشت. خود انسان همین ساخت، همین چارچوبه ای که در درون چارچوبه باشه تو نیک هستی، اگر بیرون از آن باشی تو بد هستی. این چارچوبه ای که ما آداب مینامیم، طرز درست زیست میگیم، من همین کنستیتوسیی که ما میگیم یا قرآنی که میگیم یا دیگر کتاب انجیل و تورات و زبوری که برای انسانیت از جهت دینی آورده شده است برای درست زندگی کردن، انا همین همش نیک و بد است. یعنی اینجا نکته گذاری استاد شیبا چیست؟ برای آنکه نیک و بد یعنی در جمعیت هیچگاه فقط خوبان زندگی نمی کنند، هیچگاه مردم ایدئالی شده نمی توانند، یک عمر ایدئالی نمیشد. من حتی در مونوگرافی خیش تشکل قصه لیریکی در نثر مازری تاجی گفته بودم که قهرمانی مرکب، ما ابراز قهرمان مرکب رو کشف میکنیم. یعنی وای شاید در جمعیت صاحب یگان منصب مقام است، اما در حیات پسی پردگی خیش چنان کار میکند که از پسترین هاست. یعنی در جمعیت ما قهرمان مرکب وجود دارد در همین درجه. برای همین نیک و بد انسانیت این مانند قوه جریان، یک قوه مثبت دارد، یک منفی دارد، همه چیز در تضاد و مقابله پیش روی میشد. حتی دولتی که فتور رفت یک روزی نشو و نما دارد و یک جایی که جنگ زده شد اونجا یک صلح و امنیت تازه میده. این همین گونه فلسفه یا دیالکتیک حیات همین گونه ساخته شده است.
برای همین اینجا میگن که در میان این نیک و بدی ها، در میان تحقیر و عزت، یعنی که تحقیر به همان لحظه تحقیر میشناد انسان که اگر وای دانسته یا ندانسته عملی به انجام میبرد، همون وقت عزت مییابد که تا چه اندازه عزیزی مردم گشته است، تا چه اندازه نیکی کرده است، نکوکاری کرده است، عدالت گفته است. میان نیک و بد، تحقیر و عزت، پاک و آلوده، این هم مانندی همون تحقیر و عزت، پاک و آلوده. شما دانسته ندانسته ناپاک میشید یا پاک هستید. پاکی شما در چیست؟ چون نگفتیم یک لحظه قبل، پاکی این همان تا چه اندازه شما انسان بودن خویش را احساس میکنید و به همه موجودات روی عالم با چشم خیر نگاه میکنید، با چشم خیر اندیشی نگاه میکنید. انا این است. گاهی تابوت کش باش و گاهی گهواره جنبان شو. میگوید یعنی تو آدم جمعیت باش. بله. تو مانند زاهد، اهل زهد که پیشتر در ادبیات کلاسیک این چیز بود، تو مانند اونها رفته در غارها نشسته در علادگی، تو بین مردم باش، در مصیبت و شادی مردم شریک باش، همراهش باش. تو در مصیبتش همراه قبول کن، در شادیش همراه قبول کن. یعنی تو آدم جمعیتی خوب باش. میگه خروشت کو تلاشت کو چرای خود اسیری خود، برون آمثل شیر از دید زبان بی زبانان شد. بینید استاد لایق اینجا هم یک نشانه انقلابی دارند که میگویند که وجودت از لب محبت و عشق و هنر و ایجاد و اختراعکاری ها باید لبریز باشد. بله. تو تلاشی همین چیز کنید. اساس بودن از همین عبارت است. برای همین درونت تبدلات کنند که تو با جمعیت همون تبدلات رسانده توانی. خروشت کو تلاشت کو چرای خود اسیر خود، برون آمثل شیر از دل زبان. خودت به خودت پایبند خودت شده نشین. میگه تو چنان تبدلات بیار که این تبدلات تو با جمعیت همین خیلی منفیت عالی جناب بیارد، تو با جمعیت ترسی رسان. من استاد شعرشان مثلا چقدر جمعیت به اینقدر نیکی ها آورد. بله. از وای سرود مردم چقدر روح الهامی تازه گرفتن. بله. با زندگی دلگرمانه نظر میکردگی شدن. این همش استاد فرزانه هم در شعرشان میگفتن که اگر چی زیر دستی توست نتوانی چشید آخر، از این قند و از این حلوا شبت خوش باد روزت خوش باد. نفع جای میدن الا انسان دری بسته برای خود تو کی وا میشوی کی وا شبت خوش باد و روزت خوش. بینید ما انمون باید کشاده شویم. چون در یک عباره عجیب دارن که تفکر یخبسته میگن استاد فرزانه. ما باید این تفکرهای یخبسته کشاییم. آخر آب کشاید این تفکرهای یخبسته. ما بسیار خواننده باید باشیم. ما دانیم که زیستن بودن به خاطر چیست. انا برای چی ما شعر باید خوانیم، ادبیات بدیهی برای چی خوانیم. انا مقصدی اساسی از همین است. اینجا بعد در حسن مقطع میگن که بیا و در تهیگاه حیات از خیش عالم ساز، برای خیشتن میر و برای دیگران جان شو. استاد لایق برای چی تهیگاه حیات میگن؟ در اون جمعیتی که تو را ایجادکار را، آدمی که اهل علم و هنر است، ایجادکار است، فهمیدن نمیتواند و تهیگاه است. این به مانند آنه بود که قسمتی شاعران بزرگش ما خوب میدانه که مجبور شدند ترک وطن کنند، چون که در همان دوره که فقط ساخت فیودالی بود و مردم از پی رزق و روزی دائم مادیات یک طرف بود. از پی رزق و روزی از مادیات بالاتر میشد، همین خیلی اختیار میکردن، دور میشدن. برای میگد که در این تهیگاه حیات، یعنی جایی که شعر نمیفهمند، تمدن والا نشده است، ادبیات فدایی خواندن نمیخواند، حتی بعضا در همین جایها میگد این تهیگاه هست در حیات. تو میگد همین در تهیگاه حیات از خیش عالم ساز، یعنی عالم تو همینجا ساخته توان میگد، هرچند این تهیگاه هست. و برای خیشتن میرو برای دیگران جان شو، معنیش همین که تو در سوختن چیزی میسازی، تو در همین عشق و محبتی که نسبت به این یا آن چیز داری، در همین چیزی ساخته میتوانی که اون سببی روشنی میشه.
یعنی خود مردن به خاطر آن که جان تو دیگرها به فرح آورد، آن همین چیز دارد که تو چنان بگذار تو همین خیلی باش در این تیگاه حیات، اما همین توی رفتنت هم از حیات چنان باشد که آن همون جانی رفته تو به دیگرها این قرار کاری کند. این جان این معنی رمزی دارد، البته آفریده تو، محصول مهنت تو، محصول ایجادکاری های تو، محصول آنی که دست تو بود. ما اینو میتونیم مثال گیریم. من یک معمار عالی جناب در شهر یک بینای عالی جناب بنا میکند که اون چقدر مردم همشهری ها چقدر لذت میبرند. یک رژیسور به صحنه گذارنده یک صحنه عالی جناب میگذارد که باید چقدر تبدلات میارد در تفکر ذهنی مردم. یک شعر خوب شاعر میگوید، یک نویسنده یک اثر عالی جناب میآفرد. عموما هر یک ایجادکار، یک رسام یک صورت میکشد که یک رسمی میکشد که در آن شما جهان معنی ها میبردارید. برای همین عموما بودن این خود آفریدن چیزی است، بودن از خود نشانه گذاشتن است، مهر و محبت ماندن است که در تاریخ نام گذاشته توانید. ببینید در یک همین همگی 6 بیت استاد لایق چقدر معنی ها را جا دادن. بله. موشکافانه با اینجا وزن قافیه ها چقدر در جایش آمده است. استاد این شعر در جوانیشان گفتند. بله. شاید همون وقتها 23-24 ساله باشند، یعنی نه خط کرده مکتبی عالی، اینکاس همون وقتها همین با همین گونه معنی بلند شعر آفریده بودند. انا برای چی استاد ترزاده به شعرهای پرمعنای استاد لایق بهای بلند داده و آزادی اتفاق نویسنده ها شامل کرده بودند. تشکر. معلم بینندگان گرامی، ما از معناهای دامنه‌داری آن واقف گشتند و جهان معنوی خویش را باز هم رنگین نمودند. می‌خواستیم باز هم علاوه بر آن درباره استفاده شدن سندهای بدیعی در این غزل فکر و ملاحظه های شما را دانسته باشیم. البته اصلا اثر را چی جاذبه‌ناک میکند؟ سند بدیعی. بله. و هر یک نویسنده یا شاعر از سندهای بدیعی و کثرت یعنی زیاده استفاده میبرد. استاد لایق نیست در سند وابسته به خاراکتر و مضمون هر یک شعرشان سندهای گوناگون بدیعی را استفاده میبردند برای پرتاثیر کردن سخن، برای جاذبه‌ناک کردن آن، برای معنی را تا چند اندازه بیشتر به خواننده رساندن سند بدیعی استفاده می شود. و بیشتر چون خودی غزل خودفروزی نام دارد، اینجا بیشتر خودفروزی کدام وقت می شود؟ اگر تضاد مقابله باشد، یعنی تا کدام وقت آدم انکشاف می یابد؟ وقتی که تنازل ها باشد، چنان یک لحظه قبل گفتیم. برای همین هم این در اینجا اساساً سنتی تضاد مقابله بوده است. ببینید توسط من پروانه شباهت دادم به پروانه، قطره، آب، پازر، نخلی سبز. ببینید توسط اینها چی را آوردند؟ تضاد مقابله ها را آوردند و برای تلقین کردن انسان به این یا اون کار و پیکار میگن. مثلا اینجا به من این چراغ خیره‌سوز را در بیت اول با آفتابی عالم‌آرا اینجا چی قیاس کردند. اونجا به من این تضاد است. یا خود آبی آرام با آنی که آبی طوفان طغیان دارد. آبی آرام چگونه است و آنی که در اقیانوس ها قدر طوفان طغیان دارد، در بحر دارد. یا اینکه درد و درمان، نیک و بد، تحقیر و عزت، پاک و آلوده، تابوت و گهواره. ببینید همین ها اساساً سببی بیان کردن اون معنی هایی که شاعر میخواد سببی همان شدند. چرا؟ چون که توسط یک دیگری اونها خوبتر فهمیدن ممکنه اونها سببی پیشرفت یا تنازل هم دیگر میشوند. ببینید برای همین در هر یک آیتشان حتما همین تضاد مقابله آوردن تا اینکه فکر روشن‌تر بیان کرده شد. بله. سلامت باشید استاد. خوش آمدید میگیم به برنامه آفتابباران. بسیار صحبتی صمیمی و اطمینان دارم که هر یکی از بینندگان ما البته هر یک نفر از روی همون اندیشه خود از شعر استاد لایق برداشت میگیرد، ولی با شرح و تفسیر ادبیات شناسان باز هم آن معناهای پیچیده که در شعر و یا غزل نهفته است هر یکی آنها واقف میگردند.
خوش آمدید به برنامه ما. تشکر زیاد. شاعری فرزانه را عصر و زمان بر نیاز خویشتن می آفرد. مادر تنها نزاید شاعر خلق او را بهر خویش می آفرد. بینندگان عزیز، در همین جا فرصت برنامه آفتاباران به آخر رسید. تا هفته آینده خیر و خوش میکنیم. سلامت و سربلند بمانید. خیر عزیزان.